خب موضوع برنامه امروز ما انسان و درجات انسان است. عموما درجات انسان ها بر اساس مادیات و داشته های دنیویشون نیست. این زمانی که به رشد روحی و روحن انسان رشد بکنه و خود را به بالاها برسونه، ارتباطش با خدا خیلی مستحکم و قوی بسازه، این انسان در همه ابعاد زندگی در هر جا عزتش بیشتر است. خیلی از مردم به این باور هستند که از بدر تولد درجات انسان تعیین شده میباشه. یا از بدر تولد تعیین شده میباشه یا نتیجه تلاش و زحمات خود ما است. نتیجه تلاش و اعمال خود انسان مشخص میکنه که انسان به کدام درجه تعیین میشه و میرسه. سلام و خسته نباشید. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه تحول در زندگی. آیا تا کنون فکر کرده اید که در اعماق وجود هر یک از ما جهان ناشناخته نهفته است؟ جهانی که با کشف آن میتوانیم به درک عمیق‌تری از خود و جایگاهمان در جهان برسیم. ما در رابطه با موضوع انسان و درجات انسان آگاه مسائل روانشناسی را جناب احمد شاداب سروری را با خود داریم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. تشکر، سلامت زنده باشین. مهربان باش که این عمر گران میگذارد، قدر این لحظه بدان چرخ زمان میگذارد. بر لبی گل بنشان دست فقیری تو بگیر، هرچه با هر کی کنی بر تو همان میگذارد. به نام خدایی که دوستی را یک رنگ، شوپرک را 7 رنگ، رنگین کماد را 7 رنگ و ما را دلتنگ خویش آفرید. درود و عرض احترام دارم مثال شما و همه بیننده های عزیز. امیدوارم خوب و عالی باشید. تشکر، بخیر باشین. خب موضوع برنامه امروز ما انسان و درجات انسان است. شما اگر بر ما بگین که درجات انسان در دیدگاه های مختلف دینی و فلسفی چگونه تعریف شده؟ عموما درجات انسان ها بر اساس مادیات و داشته های دنیویشون نیست. اسلام درجات انسان ها را به شکل مشخص تعیین کرده که انسان از درجه بد و درجه خوبتر و خوبترین داریم. 4 درجه از انسان ها در اسلام عزیز و شیرین ما مشخص شده که انسان با درجه بد هست، انسان درجه خوب هست، خوبتر و خوبترین هست. یعنی 4 درجه مشخص شده یا همه موجودات و در خصوص انسان ها بیشتر میشه. چگونه شکل میگیره درجات انسان؟ عموم در اول باید بشناسیم که خود درجات انسان ها به چه معنا می باشه. انسانی که درجه بد مشخص میشه و گفته میشه انسانی است که مضر هست و خیری از او در جامعه و در منطقه و کشور و محاولش نمیرسه. انسان درجه خوب کسی است که اگر خیرش برای مردم نرسید حداقل ضررش برای مردم نمیرسه. انسان با درجه خوبتر کسی است که وقتی که مضریتش برای کس نمیرسه، یعنی ضررش نمیرسه، نهایت کوشش ای است که بتونه مؤثر واقع شه، یعنی تلاش میکنه، زحمت میکشه که یک ذره خدمت برای مردم بکنه. اما زمانی که انسان به درجه خوبترین میرسه، یعنی رشد روحی میرسه، باز از همه چیز و دارایی های دنیایش میگذره، به خاطر خدا و مردمش کار میکنه. خب شما اگر بر ما بگین که در درجات بالاتر از انسانیت رسیدن، مادی و دنیوی چقدر ارزش داره و همچنان معنوی و روحی؟ زمانی که در می بوده که اشاره کردین انسان به درجه خوبترین هست، یعنی عالی ترین و خوبترین درجه خوبترین در اسلام مشخص شده. و اینجا وقتی که انسان به درجه خوبترین میرسه انسانیت پیشه میکنه. انسانیت را اصل اول زندگی خودش قرار میده. مهربانی را، شفقت را، کمک به دیگران را، از خودگذری را. چون انسان زمانی که به رشد روحی رسید که در عموم رشد انسان ها متفاوت است، که رشد جسمی داریم که فقط جسمن ما رشد میکنیم که رشد همه موجودات داره، چه حیوان باشه چه انسان باشه. رشد مغزی داریم، رشد عقلی و رشد روحی. این زمانی که به رشد روحی و روحن انسان رشد بکنه و خود را به بالاها برسونه، ارتباطش با خدا خیلی مستحکم و قوی بسازه، این انسان در همه ابعاد زندگی در هر جا عزتش بیشتر است. هر جایی که بره مردمش احترام میگذاره، حرمت میگذاره، چون یک کسی است که به خاطر خدا کار میکنه، به خاطر خدا زحمت میکشه تا باشه برای مردم خود خدمت کرده باشه، یک انسانی را برش خوبی رسونده باشه، یعنی برش مضر واقع نشده باشه، بد نشده باشه و حداقل از دست از او کسی آزار و اذیت ندیده باشه. انسانی که به رشد روحی میرسه انسانیت و خلوص نیت شرط اول زندگیش میباشه. خب خیلی از مردم به این باور هستند که از بدر تولد درجات انسان تعیین شده میباشه. یا از بدر تولد تعیین شده میباشه یا نتیجه تلاش و زحمات خود ما است؟ نتیجه تلاش و اعمال خود انسان مشخص میکنه که انسان به کدام درجه تعیین میشه و میرسه. یعنی مشخص نشده در اولی که کسی به دنیا آمد بگه کسی درجه خوب داره، بد داره یا بدتر داره. خیلی انسانای خوب داریم
درجه خوب داریم، اما یک مدت از زندگی خود میگذره خودش بد میشه، یعنی مضر میشه با استفاده از منابع اشتباه، یا پول است یا استفاده سوء از انسان‌های دیگر از اون انسان میشه. یا بعض انسان‌های بد داریم که خدا هدایتشون میکنه در آینده خیلی خوب میشن. حتی امروز ترس انسان از انسان هست متاسفانه. ببینید ما از شیر پلنگ نمیترسیم. امروز که دو فامیل در یک خانه در یک اولی زندگی میکنن، وقتی که اینا جای مهمانی میرن، یکیش اگر در خانه میمونه خانه خود را دیگهش قفل میندازه. به خاطر چی؟ ترس از انسان داریم. یا مثلا شب شما جای میرین، در کوچه یک انسانی هم پیشتون وقت شب است میه و یک حیوان سگ هم باشه، از سگ کرده از انسان بیشتر میترسیم. چرا میگیم اگر حیوان است یک زدیمش میره، اگر یه انسان دزد باشه، چاقو داشته باشه، تفنگ داشته باشه، چی میکنیم؟ ترس انسان امروز از انسان شده و هر زمانی که اینمی انسان ها اینمی درجه بد از بین بره و ما بریم به سمت آدم مؤثر و خوب شدن که انسان از انسان نترسه، این معضله و این ترسی که در بین انسان ها از انسان به وجود آمده از بین بره، مشخصا همه انسان ها به درجه خوبترین میرسند که مشخصا گفتم که درجه انسان ها مشخص نشده و اینمی اعمال ما انسان هاست که مشخص میکنه ما به درجه بد بریم، خوبتر یا خوبتر. خود ما سنجش میکنیم که مضر باشیم نباشیم، خوب باشیم کمی کار کنیم یا خوبترین تلاش بکنیم به خاطر خود و خدا و جامعه خودمون که به درجه خوبترین برسیم. این انتخاب خود انسان است. خب در این جهانی که فرهنگ‌ها و همچنان اجتماع‌های رنگ و رنگی است، اجتماع و فرهنگ چقدر تاثیر داره به درجات انسان است؟ که بعضی اجتماع‌ها ذاتاً خوب میباشن، بزرگا که خوب باشن هم کسی که تولد میشه امروز نه خوب میشه، مگر بعضی از اجتماع‌ها و فرهنگ‌های هم هستن که از کلان شروع تا خرد خوب نیستن و کسی هم که به دنیا میاد و امو خوی اخلاق میگیره. بدون شک جامعه نقش کامل در تربیت انسان داره و از همه مهمتر کرده از اولینش بگیم اولین مکتب معرفت، اولین مکتب شناخت برای یک فرد در یک جامعه خانواده‌اش است. اولین مکتب معرفت، اولین مکتب شناخت هر چی که باشه برای یک انسان خانواده‌اش است. وقتی خانواده میبینه که پدر و مادر با هم درگیر هستن، جنگ و می عادت به جنگ میگیره، آدم به پرخاشگری میگیره، اما وقتی میبینید در خانواده با هم مهربان هستن، خلوص نیت، او مهربانی رو یاد میگیره، انسانیت را. وقتی میبینید در خانواده است که همگی نماز میخونه، او نماز خواندن را یاد میگیره، چون همگی مسئولیت پذیری میکنن، نماز میخونن. وقتی در خانواده قرآن کریم گوش میشه، مردم قرآن کریم گوش میکنن، دیگرها هم از او یاد میگیرن. اما در خانواده که اگر موسیقی هم باشه، موسیقی رو یاد میگیرن. منطقه، ماحول، خانواده و جامعه نقش کامل در تربیت و بالاخره انتخاب های انسان به درجاتش است. وقتی در یک جامعه باشی که انسانیت معنی نداشته باشه، خلوص نیت معنی نداشته باشه، کار و زحمت کشی معنی نداشته باشه، همگی به نفع خود کار کنن، الله مغفر لی، خدا خود ما بخشه، پس اونجا که چیزی به نام درجه خوبترین نیست. هر کی به خود میگم من میگم به خاطر خوب بودن خودم تو را خدا نخواسته بد بسازم، به خاطر داشتن خودم پول تو را به سرقت ببرم، به خاطر رشد کردن خودم کار تو را تخریب کنم، که چیزی به نام درجه خوبترین وجود نداره. اما در یک جامعه که انسانی و مسلمانی و جامعه ایدئال و عالی باشه و خوب باشه و مؤثر باشه، همگی رشد میکنن. و جامعه که هر زمانی که این اقدام صورت بگیره به خاطر رشد روحی انسان ها و شناخت کامل از خداوند، چرا تا زمانی که یک انسان چیزی رو نشناسه به او درست نزدیک شده نمیتونه. بدون یک مثال، یک طفل آب جوش رو نمیشناسه که مضر است، بد است، ولی هر چی برش میگی میره به اون آب جوش دست میزنه، میسوزونه خود را. یک طفل برق نمیشناسه، میره به اون برق چی میکنه؟ خود را میزنه، میکشه. اما زمانی که اگه بفهمه که اون برق خراب است، کشنده است، نزدیکش نمیره. انسان ها مشکل هم اینجاست که خدا رو درست نشناختن، شناخت کاملی از خدا ندارن. پس به این مورد که عبادت درست کجاست، تلاوت درست کجاست، خلوت با خدا کجاست، شناخت از خدا کجاست، وقت گذراندن و تحقیق کردن در مورد خدا و اسلام و آرامش اسلام. پس اینجاست که انسان ها واقعا اگر عبادت میکنن، عبادتشون عادت شده. سر نماز هستی فکر جاهای دیگه هست، سر نماز هستی یک قطره اشک نمیاد که امو کارهایی که کردی، خرابی هایی کردی، پیش خدا توبه کنی و پشیمان شوی. پس اینجاست که انسان ها رشد نمیکنن، درجاتشون رشد نمیکنن و به درجه برترین یا بهترین و یا رشد روحی نمیرسن.
هرگاه انسان ها همین کتله واحد بسازن و این معضله را حل بکنن که انسان باید شناخت از خدا پیدا کنه. وقتی از خدا، از قدرت خدا شناخت پیدا میکنی، خودت به عنوان یک انسان موثر و خوب میشی و اجازه نمیدی که دیگه به عنوان در جامعه بدم که اگر باشی تو بدی بکنی. که در فرض کن حتی در یک جایی باشی که یک طرف به عنوان شرابخانه باشه، یک طرف مسجد باشه، هیچگاه وجدانت و درون اجازه نمیده که طرف شرابخانه بری. همیشه وقت تو طرف فکر مسجد و عبادت هستی. اما یک انسان اگر بد شوه، اولا که بخی جامعه خوبم باشه، او به کار بعد خود دست میزنه. اما یک جمله است میگه ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. اگر بد که میشه تصمیم خودش بد است، بد بودن خود را خودش ترجیح میده. حالا که هر چقدر متلاش هم بکنیم خودش روش نمیکنه، بلاخ تغییر نمیکنه. خب پس میتونیم به این درجات هم برسیم بدون اینکه با دیگران یا اجتماع در ارتباط باشیم؟ متاسفانه خیر. هر انسانی که در یک جای زندگی میکنه که اطرافیانش دیگه انسان ها هستند، او در مقابل دیگه انسان ها نقش داره و مسئولیت داره. در مقابل فقیر، در مقابل یک انسان بد، در مقابل دزد، در مقابل راهزن، در مقابل آدم مضر، در مقابل هر چی، آدم ربا. وقتی که تو انسان خوب هستی و میفهمی که خوب بودن به چه معناست و چقدر ارزش داره، تو مسئولیت داری اونایی که مشکل دارن را باید بفهمونی، نصیحت بکنی، بشانی از اونا. حتی ما میگم اینایی که خوب هستن، اونایی که خوب هستن و درجه خوبترین رسیدن، واقعا داریم دوستای داریم که من میشناسمشون، میرن دوستای انتخاب میکنن که بد باشه. چرا؟ اونا رو تغییر میدن. نگو که ما کدام شیخ نیستم، نگو که ما کدام عالم نیستم. هر کسی نقش خود را داره. وقتی که تو خوبی از چیزی را میفهمی و میفهمی یک آدم دزد را، یک آدم که معتاد هست اصلاح کرده میتونی، به راه آورده میتونی، تو مسئولیت داری. تو باید بری او را دوست خود بساز. وقتی با تو میشینه میگه همون به اصطلاح عام کدو را دیده رنگ میگیره و خربوزه را. وقتی با تو میشینه 4 روز با تو نشسته برخاست میکنه، اعمال کردار تو را میبینه، از تو یاد میگیره. جمله خیلی معقول داریم، میگه قسم باشین که وقتی کسی با شما آشنا شد حسرت بخوره هی کاش 1 سال پیش آشنا میشد. اونقدر خوب باش. زمانی کسی تو را ترک کرد او پشیمان شد، نه تو پشیمان شی. بله. او تو را دست بده، نه که تو را دست بدی. خیلی خوب باشین و اطرافیانتان را کوشش بکنین که با خودتان خوب بگیره، انس بگیره، عادت بگیره. ولو که بد باشه، وقتی تو با او بشینی به دوستی، به شفقت، به مهربانی. پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زمانی که مردم را دعوت میکرد به راه راست، با مهربانی با اونا دوست میشد. یهودی بالاش کثافات را منداخت، خرابی ها را منداخت، سرش خار منداخت، اما چطری ها را بالاش منداخت. اما زمانی که مریض شد به عیادتش رفت، وقتی که زن یهودی دید که پیغمبر بزرگوار اسلام با یه الگوی اخلاق و بشریت بوده، الگوی اخلاق در عموم بشریت هست که ما که امت چیزی باید از او یاد بگیریم، باید الگو برداری کنیم. چرا میگیم پیغمبر ما، رهبر ما، وقتی که رهبر ما هست، وقتی که پیشوای ما هست، خب باید مثل ما عمل بکنیم دیگه. وقتی که رفت، بله الگوی بشریت بود. وقتی که رفت زن یهودی وقتی طرف مهربونی دید مسلمان شد. امروز ما هم مسئولیت داریم طرف مهربانی و طرف رفتار نیک ما مردم دیده خوب بودن را انتخاب کنه، نه که از خوب بودن خود پشیمان شوه. خیلی ما مسئولیت داریم در قبال کسایی که حتی اگر بدن باشن، اونا رو با خود دوست بسازیم، تلاش بکنیم که اونا رو به درجه خوبترینش برسونیم که توان ما باشه. وقتی که میبینیم توان ما نیست، اینو هم گفته نمیتونیم که ما از دیگران باید پشت بکنیم. تنها عبادت، نماز خواندن، تنها روزه گرفتن کدام نقشی برای ما نداره. ما که روزه میگیریم برای خود میگیریم، ما که نماز میخونیم برای خود میخونیم. خدا به روزه نماز مضرت نداره. ما که حج میریم برای خود ما میریم، ما که زکات میدیم برای خود ما میدیم. اما ما در مقابل جامعه مسئولیت هایی که داریم باید انجام بدیم. رساندن پیام خدا، رساندن امر خدا، رساندن چیزهایی که در دین ما، در اسلام ما از طرف خدا امر شده باید برای مردم برسونیم تا باشه اونا هم اصلاح شون، اونا هم بهتر شون، اونا هم به درجه خوبترین برسن. اونایی که آرزوش داریم که در بهشت با ما باشن، آرزو داریم با کیا در بهشت باشیم، پس کوشش کنیم که دیگران رو هم اصلاح بکنیم، جامعه رو اصلاح کنیم. نگوییم که ما نقش نداریم، نگوییم که برای ما چی، نگوییم که برای ما ربط نمیگیره. هر کدام ما مسئولیت داریم. حتی متعلم اگر هستیم، محصل هستیم، استاد هستیم، ما مسئولیت داریم در قبال تک تک فرد جامعه ما.
این نگوییم که برای ما چی مربوط من نمیشه، ما برم فقط مسجد محکم بگیرم صف اول مسجد نماز باشه تمام. نخیر، نماز و روزه اینا فقط برای خودمون نقش داره، برای جامعه ما کدوم نقش نداره. که تو نماز بخونی به ثواب به کس دیگه بره، یا روزه بگی ثوابش به کس دیگه بره، یا کدام آدم گناهکار اصلاح شه، امکان نداره. تو باید با اعمالت، با رفتارت و با گفتارت برای مردم اصلاح سازی رو وجود بیاری. بسیار زیاد تشکر از شما جناب سروری صاحب. در آخر برنامه رسیدیم. کدام پیام خاصی دارین برای بیننده؟ بله، آرزو میکنم که تک تک از فرد جامعه ما مراجعه کنیم، دست چنگ بزنیم به مراحل واقعی انسان، رشد واقعی انسان و شناخت کامل و معرفت پیدا کردن از خود و وجود قدرت پروردگار در زندگی ما، تا باشه ما به درجه خوبترین برسیم. و آرزوی می است که تک تک از خانواده ها وقتی که دعا میکنن که روز آخرت در بهشت فردوس و بهشت برین همه ما یک جا باشیم، پس ببین که خود را به درجه خوبترین برسیم تا به بهشت بریم. که نمیشه که با کلید اشتباه قفل را باز کرد، با اعمال اشتباه هم نمیتونیم که ما بهشت بریم. بسیار زیاد تشکر از شما. خب بیننده عزیز، امیدوار هستیم امروز توانسته باشیم نوری در مسیر تحول شما ایجاد کنیم. یادمان باشد درجات انسان نه یک مقصد بلکه سفر بی پایان است. با امید و تلاش می توانیم هر روز بهتر از دیروز باشیم. تا برنامه بعد شاد، موفق و سربلند باشید.